میبخشید ناملای عزیز، همین سوالی من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش که مرا یک بچه دجال میگوید؟ دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم را گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن، خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانید، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آدمی که ایماندار است، آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را تو دجال میگوید یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگید خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یک دیگر لقب نمانید، یک دیگر نام شو بگیرید، فریاد بزنید.